به نام خدا. سلام به همه دوستان عزیز. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام براتون از تجربه‌هام توی دنیای ماساژ بگم. از همون روز اولی که با ماساژ آشنا شدم، حس کردم وارد یه دنیای جدید و آرامش بخش شدم. من وقتی اولین بار شروع کردم، هیچ تجربه‌ای نداشتم. فقط با علاقه و خوشحال رفتم جلو. کم کم با بدن انسان آشنا شدم، با نقاط فشار، با تاثیراتی که هر حرکت میتونه به آرامش ذهن و بدن بذاره. با تمرین و تکرار مهارتم بیشتر شد و حالا میتونم با افتخار بگم که ماساژ برام فقط یه شغل نیست، یه عشقه. من یاد گرفتم که با دست‌هام میتونم درد رو کم کنم، استرس رو کاهش بدم و به آدم‌ها حس خوب بدم. اگه شما هم این مسیر رو علاقه دارین، حتما ادامه این مسیر رو دنبال کنید. قراره تو این کانال کلی آموزش و تجربه و نکات مفید رو با هم یاد بگیرید. با من همراه باشید تا با هم به آرامش برسیم. واقعا کف دست میمالیم، به زیر پا می‌زنیم. مثلا به دستمون روغن میزنیم، میمالیدم. اون کف پارم همینطور روغن میزنیم. حالت دورانی میریم بالا، بعد حالت زیستاتی میریم بالا. بعد با فشار اون کف پا قلب دومه خیلی مهمه ماساژش. همه خستگی ها رو میبره. انگشت‌ها رو من فشار میدیم. دوباره باتریش رو میاریم، باتریش گرم رو باتریش رو میزنیم. وقتی دلش دور میدیم، حالت کششی میاریم پایین.